بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شورتیا و سابسکرایبای خودم. آقا شما میدونین استرس یعنی چی؟ استرس یعنی که یه دختر خوشگل و کنار بزرگراه سوار میکنی، البته به قصد کمک به هم نوع. ناگهان تو راه حالش بد میشه، قش میکنه، شما اونو میرسونی بیمارستان. خب مسلما استرس زیادی داری، ولی نهایتا تو بیمارستان به شما میگن حالش خوبه و شما دارین پدر میشین. شما میگی من که پدر بچه نیستم، اما دختره میگه چرا هستی. شما استرس رو بیشتر حس میکنی و میگی حالا چه خاکی تو سرم بریزم. بعد تقاضای تست دی ان ای میدی و ثابت میشه که پدر بچه نیستی. و بعدش تازه دکتر میگه اصلا نگران نباش، چون اصولا جنابالی از زمان بعد به تولد نابارور بودی. پس شاد و خرم سر خر و کج میکنی به سمت منزل که ناگهان تو راه خونه یاد 3 بچه های خودت میفتی که از کجا اومدن. به این میگن استرس. تا تجربه استرس بعدی، صدق الله العلی العظیم.